حامی عاطفی با یه سگ هم گیرت میاد. الان مد شده که یا یه بچه یا هیچ. مسئولیت مردها ادامه داره، مسئولیت زنها ادامه دار نیست. زنهای جدیدی دارن میگن که برای مردا مهمه، واقعا واسه ما مهم نیست. ما مردا اگه بهمون نیاز داشته باشن آدمای خوبی هستیم، ولی یک زن واقعا نباید حتی بدونه که تو بهش نیاز داری، چون کافیه زن بدونه که تو بهش نیاز داری و این زنها تبدیل به آدمای بدی میشن وقتی بدونن کسی، مخصوصا مردی، به اینا نیاز داره. درست. تو به عنوان یک مرد، بچه‌ها همتون، شما به عنوان یک مرد اگه میخواین روابط موفق داشته باشین، زندگی به صورت کلی موفق داشته باشین، باید به یک بی‌نیازی برسین نسبت توی یک مرد. چون نگاه بکن، بی‌نیازی، بازم میگم مرد و زن با هم دیگه فرق دارن. بی‌نیازی داخل یک مرد جذابه. چرا؟ چون زنها مردهای بی‌نیاز میخوان. زنها مردهایی رو میخوان که بتونن بهشون تکیه کنن، زنها مردهایی رو میخوان که بتونن ازشون حمایت و حفاظت کنن. ولی ما مردا اینطوری نیستیم. تو به یه زنی بیاد بهت بگه که حاجی من میلیاردرم، تو میگی که خیلی هم خوب، دست در نکنه، من در هر صورت اگه بخوام بگیرمت آخر من باید حمایت کنم این خانواده رو، من برام مهم نیست پول تو. یا یه زنی بیاد بگه من شغل خودمو دارم، تبریک میگم، شغل خودت داری، منم دارم، منظورت چیه؟ واسه ما اصلا مهم نیست. چیزهایی که به زنهای جدیدی دارن میگن که برای مردا مهمه، واقعا واسه ما مهم نیست. تو به عنوان یک مرد برات مهمه مثلا آره من زنم باید حتما فلان کار، حاجی نه، دوست داری کار کنی، دوست داری نداری نکن، پول داری نداری نداشته باش، اوکی، من میکشم جلو. آره واقعا، چون مطمئنم اگه مثلا یه روزی لازم بشه پولی مثلا بابت یه چیز داده بشه، هیچ موقع نمیرم ازش بگیرم، هیچ موقع روی خودم نمیذارم که اون متقبل بشه. احساس میکنم اون ساپورتر اصلی منم دیگه، کسی آره که رو تشکیل داده منم. دقیقاً اون قضیه همینه. یعنی ما مردها یک چنین مسئولیت رو داخل خودمون میبینیم. تازه مسئولیت مردها ادامه داره، مسئولیت زنها ادامه دار نیست توی زندگی مشترک. توی زندگی مشترک زنها که نقش خاصی که ندارن. مشکل دارن که چی کار میکنه یک زن توی زندگی مشترک. البته با این لحن که میگی هیچ نقش خاصی نداره، ممکنه مخاطبای یه ذره بهشون بر بخوره، یه ذره نرم‌تر. تو بگو تو اینجا هستی که با من مخالفت کنی. چه نقشی دارن؟ نگاه کن، من میتونستم مقایسه کنم بگم آره یک کاری که زنها میتونن بکنن و ما مردها به هیچ عنوان نمیتونیم بکنیم، بچه دار شدن. درست. زنهای الانی یه بچه هم به زور میارن. منظورم این که فرتیلیتی ریت ایران داره میفته. الان مد شده که یا یه بچه یا هیچ. تو از نظر بچه دار شدن هم که قرار نیست، خب دیگه چی کار میکنی؟ یه حامی چون زنهای جدیدی باشه، چی؟ حامی عاطفی، رفیق و حامی عاطفی با یه سگ هم گیرت میاد. تو میتونی سگ بگیری، حامی عاطفیته. خب مثلا تو سگ داشته باشی، هیچ موقع واسه مثلا نشون دادن خودت به اون سگه تلاش بیشتری نمی‌کنی، اما جلوی جنس مخالف همیشه اون مثالی از تک چرخ زدن پسرا جلوی دبیرستان دخترونه یه همچین حالتی نداره به نظرت؟ چرا؟ ولی از طرفی مردی که واقعی باشه، و ما هم حالا توی این برنامه راجع به مردهای سطح بالا صحبت می‌کنیم، درست، نیازی به نشون دادن خودشون به کسی ندارن، مثلا به زنها. منظورم اینه که مردهای خوب خیلی کمن. الان این دسته از مردها خیلی کمن، قدرت افتاده دست اون مردهای تک چرخ زن رو بالا. ببین نه، قضیه همینه اتفاقا که این دسته از مردها همیشه کم بودن. درست. یعنی مردهایی که شغلشون، ذهنیتشون، همه چیشون سر جاش بوده، مردهای خانواده دار، این مردها همیشه کم بودن، همیشه جزء 10% اجتماعن. منظورم اینه که تو فکر کنی چقدر باید پول داشته باشی تا بتونی یه خانواده تشکیل بدی. پول زیادی میطلبه الان، مثلا توی زمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم. این مردها همیشه کم بودن. و قضیه هم همینه که این مردها هم بیشترین تعداد گزینه رو دارن. همه زنها میخوان با اینا باشن. باز یه کلیپی حالا اومد توی ذهنم، فکر کنم داشته باشم، پخش میکنن که بچه‌ها ببینن. It's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh man. منتظرن ملت تو صفه. کردی تو کی هستی؟ من خود مثلا که یه چیزی که هست حاجی باید در نظر داشته باشید. حالا الان این بچه قسمت اول کار ماست، وگرنه خیلی اینا توضیحاتش پیچیده تر از اینه. داستان اینه که ما لول بندی داریم، سطح به سطح به سطح داریم. شما باید به عنوان یک زن بدونی با کی طرف. تو به عنوان یک زن اگه با یه مرد عادی، متوسط، رو به پایین یا هر چیزی طرف باشی، اولا که از یارو حالت به هم میخوره.
خودت هم نمیدونی چرا باهاشی، اشتباه کردی که باهاش. ولی قضیه اینه که چون زنها بو میکشن ضعف رو توی مردها، واقعا بو میکشن و این ژنتیکیه واسه اونا میتونن تشخیص بدن کدوم مرد قویه کدوم مرد ضعیف. چرا؟ برای اینکه برای زنها به صورت ژنتیکی از طریق تکامل همیشه مهم بوده که مردی که قراره بچه‌های من ژن بچه‌های من از این بیان مرد قویه یا مرد ضعیفه و این همیشه مهم بوده و زنها بو میکشن ضعف رو. این مدل مرد تو واسش خیلی میتونی انگولک بازی در بیاری، میتونی اذیتش کنی، میتونی سرش غر بزنی، میتونی کارهای خونه رو نکنی، میتونی به هیچ کدوم از وظایف عمل نکنی، هیچ کاری نکنی، مردم میمونه نمیره. ولی حاجی تو نمیتونی واسه یه مردی که گزینه‌های زیادی داره از این جنگولک بازی‌ها در بیاری، چون گزینه داره حاجی، پرتت میکنه یه گوشه میگه برو چی میگی تو؟ چی داره واسه کی بازی در میاری؟ من واسه تو در باز کنم، تو بعد بیا واسه من در باز. چی میگی؟ اصلا یه تفاوتی هست توی اون سطوح. آره یه مرد به اون سطح که برسه که میرسی، فکر نکنین رسیدن به اون سطح کار خیلی غیر ممکنی. نمیتونم بگم آسونه چون نیست، ولی غیر ممکن نیست، چون ما مردها توی ذاتمون بهترین بودن هست، همیشه بوده. چرا فکر میکنی که زنها از مردهایی که بزرگتر از خودشونن خوششون؟ این گپی که بین سنی هست به خاطر اینکه تو به عنوان یه آدم 20 ساله درسته هیچ وقتی خودت رو بسازی که بهترین ورژن مرد حدوداً بین 35 سالگی تا 45 سالگی شکل میگیره و بیشترین طرفدارها رو هم داره بین زنها. درست. تو وقتی دیگه میرسی به 35 تا 45 توی این 10 سال که در بالاترین سطح خودت هستی، خب 10-15 سال زحمت کشیدی. الان 20 ساله ها هیچی نیستن، میدونی الان اونا هستن که گاگولن.